هذا النور شفاء صدور. ای نامی تو بهترین سرآغاز، به نامی تو کی نامه کنم باز. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. سنت های پیغمبر صلی الله علیه و سلم آید به خوردن. هر دو دست را قبل از خوردن بشوی. پیش از تناول خوراک اول فرش را روی زمین پهن نما. کفش های خود را قبل از خوردن برآر. نشسته بخور. با صدای بلند بگو بسم الله و علی برکت الله. با دست راستت بخور. اگر توانی با 3 انگشتت بخور. از خوردن طعامی بسیار گرم یعنی جوش باشد پرهیز نما و غذا را پف نکن. از پیش خودت بخور. اگر پاره از خوراک افتد آن را برداشته پاک نموده بخور. هنگام خوردن نغیل. در طعام عیب جویی نکن. یا 4 زانو در زمین بنشین یا روی یک زانو نشسته زانوی دیگر را بردار. یا هنگام خوردن هر دو زانوهایت را بردار. باید بعد خوردن انگشت‌ها را لسید. بعد خوردن دعا خوانید. اول غذا را بردارید بعداً خودتان برخیزید. ظرف‌های خوراکخوری را پس از خوردن بشویید. با انجام این عمل ظرف‌ها برای مغفرت شما دعا خواهند نمود. بعد غذا هر دو دستت را بشوی و دندانهایت را آبگردان نما. هنگام خوردن باید خاموش نباشد. سنت های نوشیدن. مسلمان باید با دست راست بنوشد. البته نوشیدنی های غیر اسپریتی. زیرا شیطان با دست چپ می نوشید. نشسته بنوشید. پیش از نوشیدن بسم الله بگویید و بعد نوشیدن الحمدلله بگویید. در 3 نفس بنوشید و ظرف آب را بعد هر یک نفس از لبتان دور کنید. از ظرف آبگیری و یا آبدار مستقیما ننوشید. باید آب را در ظرف شیشگی اگر باشد بریزید و آب را نگاه نموده بعدا بنوشید. این بود سنت های آیدی نوشیدن و یا خوردن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.